توتیو امیرشویف ساکن 31 ساله دهه رجیست نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 5 مارس در فرودگاه دوشنبه پایتخت تاجیکستان به طور مرموز غیب شده است و خویشاوندانش اینک 12 روز باز در کجا بودن او را معلوم کردن نمیتوانند. در این باره در فیسبوک ژورنالیست تاجیک انورا سرکوروا خبر داد. بنا به اطلاع غیر رسمی که او به دست آورده است، توتیو امیرشویف را مقامات امنیتی دستگیر کردند ولی سبب بازداشتش معلوم نیست. توتیو امیرشویف خویش نزدیک توتیشو امیرشویف ساکن 23 ساله نویه روشقلعه است که ماه نوامبر در جریان اعتراضهای خاروق کشته شد. بنا به اطلاع انورا سرکور و نزدیکان توتیو امیرشویف، اینک قریب 2 هفته باز نمیتوانند درباره سرنوشت او معلومات پیدا کنند. دوستانش برای کمک در جستجوی وی حتی به وزارت کارهای داخله مراجعت کردند ولی می نویسد انورا سرکوروا اطلاع غیر رسمی رسیده از آن درک می‌دهد که توتیو امیرشویف را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر کردند و او حالا در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد. درباره اینکه این جوان به چه متهم می شود معلومات دسترس نیست. مقامات رسمی خبرها درباره بازداشت توتیو امیرشویف را تا حال شرح ندادند. گفته می شود که توتیو امیرشویف چند سال باز در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت و در اعتراضهای روزهای 25 و 28 نوامبر سال 2021 در خاروق اشتراک نداشت. او از مسکو روز 29 نوامبر بعد به پایان رسیدن اعتراضها همراه خالش قمچگل امیرشویف و مادر توتیشو امیرشویف به خاطر اشتراک در مراسم دفن او برگشته بود. روز 5 مارس سال 2022 توتیو میخواست به مسکو برگردد. خویشاوندانش او را تا فرودگاه گسیل کردند. بار آخر توتیو هنگام گذشتن از خط نظارت گمرکی به خویشاوندانش زنگ زده توانسته است و همین قدر خبر دهد که او را بعد تفتیش علاوگی دستگیر کردند و او با همین غیب زده است. کوشش‌های بعدی برای تماس با وی نتیجه نداد. تلفن موبیلی توتیو خاموش کرده شده است. خبر می‌دهد انورا سرکوروا اعتراضهای گسترده در خاروق 25 نوامبر سال 2021 در پی در بازداشت کشته شدن گلبدین زیوبکوف، یک ساکن 29 ساله دهه 17 نویه روشقلعه آغاز یافت و 4 روز دوام کرد. هنگام کوشش بازوری پراکنده کردن اعتراضها باز 2 نفر توتیشو امیرشویف 23 ساله و ساکن جوان خاروق گلنظر مرادبکوف کشته شدند. اعتراضگران شام 28 نوامبر فقط بعد از مقامات گرفتن وعده خطی به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ این 3 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان پراکنده شدند ولی با گذشت اینک قریب 4 ماه تا حال یگان نفر با گمان دست داشتن در قتل زیوبکوف، امیرشویف و مرادبکوف دستگیر نشده است.